رفت پیش یکی از این تعویض نویسا، گفت که شوهرم منو بیچاره کرده، شوهرم بدزبانه، شوهرم تنده، شوهرم زندگی رو برام جهنم کرده، شوهرم گفت شوهرم گریه کرد شوهرم. اون تعویض نویس آدم صادق و زرنگی بود. بهش گفت خیلی خوب، یه تعویضی بهت میدم. رفت خونه، هر زمان دید شوهرت خیلی ناراحته از درک میاد، این تعویضه رو بذار زیر این دندونای کرسی عقبه، هرچی او ناراحت تر بود اینو بیشتر فشار بده. به هر حال مردم وارد خانه شد، طبق معمول کیفشو پرت کرد یه گوشه، منتظر یه چیزی بگه. چیزی نگفت، جلال خواهد کدشو پرت کرد این طرف، سر جالباسی نگذاشت، قصدن عمدن. بعد یا الله این رو ویبره است، صدای ازش در نمید. چی شدی؟ چای چی شد؟ بعد رفت چای رو دم کرد، گفت گسترش. یا الله چی شده امروز؟ 3-4 تا از این برخوردار رو که دید، مرد اصلا دیگه حیران شد. رفت بیرون خونه، یه گلی خرید، روش نوشت I love you، دوستت دارم، فدات بشم، آورد داد دستش. زنه گفت یا الله این تعویض چقدر کار کرد. بعد تعویضه رو باز کرد، روش نوشته خواهرم زبان نزن تا کتک نخوری.